اما روحانیت به مثابه مزورترین طبقه یا گروه اجتماعی از موضع تکفیر و تحریم و حکم بر ضاله بودن آثار وی حرکت می‌کرد. روشنفکران و مبارزان دیگه هرچند غیر مذهبی و یا ضد مذهبی چنین مشکلی نداشتن، چنین برخوردی نداشتن، چرا که به هر حال به طور مستقیم با روحانیت درگیر نبودن و با همون سلاح فکری به جنگ روحانیت نمی‌رفتن. قضیه شریعتی فرق می‌کرد. شریعتی به محدوده فکری که تاکنون در انحصار روحانیت بود وارد شده بود و در نتیجه حیات فکری اونا رو مورد تغییر قرار داده بود. این مسئله خیلی مهم و خیلی طبیعی بود که درگیری عجیبی با این قشر پیدا بود. درگیری با چنین قشری درگیری ساده‌ای نیست و کار هر کسی هم نبود. دیدیم خیلی از مصلحان و روشنفکران مترقی مذهبی موندن توش. اون برخوردایی که شریعتی میکنه با روحانیت هیچ کدوم اون جرأت رو پیدا نکردن. همه خیلی یواش محافظه‌کارانه برخورد کردن ولی از همون اول تکلیف خودش رو با روحانیت مشخص کرد. البته بود توی شرایطی به دلیل اختناق و دلیل استبداد بعضی‌هاشون یه وجهه مردمی از خودشون نشون میدادن این تعریفی هم بکنن. منتها اندیشه برای اون اندیشهشون روشن بود، برخوردش با اندیشهشون و کلیتش یه چیز روشنی که توی تمام آثارش مشخصه. اصلا درگیری با یه همچین نظام، با یه همچین جریانی نیازمند به یک قدرت فکری و روحی و استقامت و ایمان عمیقی داشت. طبیعی بود که کار هر کسی هم نبود واقعا. خیلی ها بودن حرف زدن انتقاد کردن جا خوردن تا یک فرق شد. شریعتی با آگاهی نسبت به چنین جناح و قدرت فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان علی رغم تنهایی و محدودیت‌های سیاسی اجتماعی خاص خود با مبارزه جدی چه در عرصه اعتقادی و چه فکری و فرهنگی خودش رو با اونا درگیر و هرگز از قدرت عظیم آنان که از نفوذ آنان بر توده عوام برمیخواست نرسید. طرح مذهب از موضع روشنفکرانه و بر اساس بینشی مترقیانه و پویا کاری بود که آب در لانه موران می‌ریخت و اصحاب کهف و حوضه ها رو از خواب 1000 ساله بیدار میکرد و اونا رو برمی‌داشت. و طبیعی بود که تکفیرنامه ها و فتواها رو از طریق آیات و الزام دنبال خودش داشته باشه. شریعتی خودش به خوبی میدونست با چه قشری، با چه تیپی درگیر شد. به همین دلیل توی نامه خصوصی می نویسه در برابر این همه دشمنی ها و خطرها و زشتی ها و خیانت ها و دروغ ها و پستی ها و بیرحمی ها و بیشرمی های شیخ و طلا و تیغ و تسبیح و همسازی همیشگی استبداد و استعمار و همسفی چکمه و نعله و در برابر اینها که منابع عظیم و انرژیزای خریت و جهل و تعصب را در اختیار ریا و سالوس و فریب خود دارند و منبرها و محرابها و هزارها مداح و روزخوان و واعظ و پشت سرشان پول عظیم صهیونیسم و نبوغ استعمار و سیاه و اینتلیجنس سرویس و در برابر آنها که منابع عظیم و همه چیز را تنها اوست خدا که از یک تنها من تنها دفاع می‌کند. و در جای دیگه در برخوردایی که میکنن اشاره میکنه که و اما از اخبار این که من سعی میکنم صحبتامو زودتر تموم کنم که شاید یه عده به هر حال وقت زیادی نداشته باشن و صحبت‌های آقای شریعتی رو هم اینجا استفاده کنم. و اما از اخبار این که در این ماه رمضان لابد شنیدی که چها که این آخوندهای عجیب الخلقه نکردن. کتاب‌ها و اعلامیه‌ها و فحش‌ها و منبرها و معرکه‌ها و فتواها همه یک جا و با یک نقشه و یک آهنگ و معلوم شد که اینها همه سگ‌های استعمارند و تا کجا در این طبقه نفوذ کردند، به طوری که امروز تهدید میکنن که با یک فتوا کارت را میسازیم و فردا میبینی رفتن و فتوا رو گرفتن و اومدن. این مطالب نشون میده که هم شریعتی هم نسبت به قدرت و نفوذ اجتماعی اونا آگاهی داشت و هم این که نسبت به پلیدی و بیشرفی اونا به خوبی مطلع بود و میدونست که این طبقه برای جلوگیری از هر تحول فکری و فرهنگی توی عرصه مذهب به هر کاری دست.
از سوی دیگه روحانیت هم به همان میزان نسبت به جدی بودن چنین خطری استشعار داشت و در نتیجه با جدیت هرچی تمامتر و با تمام قوا به مصاف با شریعتی برخاست. چه میدونستن که وقتی شریعتی روحانیت رو مورد سوال قرار میده و هویت اونا رو جعلی و ساختگی، هویت تاریخ اونا رو معرفی میکنه، تنها یه شعار و حرفی که امروز زده بشه و فردا به فراموشی سپرده بشه نیست. یک فکر و اندیشه منسجم و رو به آینده پشت این حرکت قرار داشت. و وقتی شریعتی از رنسانس اسلامی و پروتستانتیسم اسلامی سخن میگه، مفهومی بجز نفی تفکر منجمد و متحجر حوزه‌ای نداره. و روحانیت که سالها بی خطر و بی رقیب و بی دشمن در این هیته عمل میکرد، اکنون با یک رقیب و یک دشمن نیرومند فکری مواجه شده که تمامی مبانی فکریش رو به زیر سوال میکشه. این خطر و این تحول رو روحانیون درک کرد بهتر از روشنفکران، چون به طور مستقیم با منافعشون اصلا سر کار داشت، در صورتی که بسیاری از روشنفکران اینو درک نکردن تا گرفتار آخوندیسم شدن. روحانیون از همون اول با انتشار فتواها و ردیه‌ها از روحانیت به اصطلاح مترقیش بگیر و بیا تا مثلا مبارز و غیر مبارز علیه شریعتی نشون دادن که توی حیطه منافع و محدوده اجتماعی و اعتقادی خودشون چقدر هوشیارن. اعلامیه‌ها، ردیه‌ها، فتواها علیه شریعتی باریدن، همه آیات و احکام علیه به فتوا صادر کرد و کتاباشو ظالم معرفی. اما در مقابل اندیشه و ایمان ستوری شریعتی کاری از پیش نبرد. تیراژ کتاب‌های دکتر سر از میلیون‌ها در آورد و حتی جناحی از روحانیت عاجز و ناتوان با توجه به شرایط اجتماعی و آغاز انقلاب تسلیم این تفکر شدن و حتی تا جایی پیش رفتن که به راست یا دروغ از وی تجلیل هم می‌کردن، به خاطر محبوبیت فوق‌العاده‌ای که دکتر توی جامعه داشت و نفوذی که روی نسل جوان. تنها کسی از مراجع روحانی که تو اون موقع علیه شریعتی فتوا صادر نکرد خمینی، که وی به طور دیگری البته این کمبود جای دیگه جبران کرد و اما هرگز جسارت و جرأت اینو پیدا نکرد که مستقیما شریعتی رو مورد سوال قرار بده. اما اون هم کاملا مطلع بود که این تفکر چقدر خطرزاست داشت و چقدر هراسناک بود از گسترشش. همه میدونستن و میدونن و خمینی هم میدونست که اسلام منهای روحانیت که یکی از تزهای مشخص و روشن شریعتیه چه مفهومی داره و در همین رابطه شریعتی خمینی یه جایی بدون اینکه اسمی از شریعتی ببره به این تز و طراح به شدت حمله کرد و گفت، البته چون فکر برای اینکه خسته نشده باشین این جمله بندی‌ها و زبون خمینی رو که من همینجوری عادی هم میخونم یکم جوک به نظر میاد، فقط دقت کنیم در رفع به هر حال کسالت بد نیست. گفت که اسلام منهای روحانیت خیانت است. همه اقشار بیدار باشند، کارگرها بیدار باشند، دهقانان بیدار باشند، بازاری‌ها بیدار باشند، دانشگاهیان بیدار باشند. تز اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام نه. یا در جای دیگه اینطور نیست که خیال کنید و بگویید اسلام را می‌خواهیم اما ملا نمی‌خواهیم. مگر اسلام بدون ملا می شود؟ مگر شما بدون ملا می توانید کاری انجام دهید؟ من آخوند نمیخواهم حرف شد در عالم. و باز جای دیگه میگه که از چیزهایی که در این زمان واقع شده و این برای شکستن اسلام به روحانیت است، همین چیزهایی است که همه این اشخاص منحرف ادعا میکنن که ما اسلام را میخواهیم بگوییم اسلام غیر اون اسلام سنتی. از سخنان خمینی توی چند تا تاریخ مختلف. اینا همه نشون میده که روحانیت و آخوندیسم به خوبی نسبت به خطراتی که تفکر شریعتی براشون ایجاد میکرد آگاهی داشتن. من فکر میکنم 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمی‌کنم. بر این اساس باید تاکید کرد که اندیشه شریعتی در مرحله قبل از انقلاب به طور نظری خطرزا برای روحانیت و پس از انقلاب هم از جنبه نظری و هم سیاسی برای رژیم روحانیان خطرناکه و بی‌دلیل نیست که اخیراً هم حملات علیه شریعتی و اساساً این طرز تفکر اوج و گسترش یافته، چرا که در عرصه مذهب تنها گرایش و جهتگیری مترقی و رادیکالیه که از پشتوانه فرهنگی و فکری غنی برخوردار و در نتیجه برای ارتجاع حاکم تهدیدزا.